یک تصویر پخش میشه که یک انسان دور از خدا، دور از دین و دور از شریعت خانم خود بندی کرده. قطعا ما ایره محکوم میکنیم، رد میکنیم. ناخونای او را به پلاس و قیچی کشیده. خلاصه رفتار وحشیانه کرده که یعنی در قرن 20 نظیر نداره. ما به 21 قرار داریم ولی در 20 والله اعلم نظیر نداره. ما او را محکوم میکنیم، او را رد میکنیم من حیث معبر این منبر، ولی او را رد میکنیم او وکیله که با رأی ملت، با رأی مردم در تقدیر ملت قرار گرفت و وکیله شد و در پارلمان رفت و حجاب از دست داد، عزت از دست داد، عفت از دست داد، بی حجابانه با هر محرم هر جا به اصطلاح گوش به گوش میشه. ایره هم رد میکنیم و ایره هم رد میکنیم و خاموشی حکومت را هم در این مورد تقبیح قرار میدیم، مورد بازپرس میدیم قرار میدیم. او زنی که با کمال بی ستری، با کمال بی حجابی در بین نامحرما میشینه، یک فسق، یک فجور، یک فساد به نام ستاره افغان را داوری میکند. آیا در یک کشوری که 1.5 میلیون خون شهید به خاطر دین خدا داده باشد چنین برنامه کفری، چنین برنامه لایک، چنین برنامه سکولار، چنین برنامه که ضد دین و دیانت و تقوا و انسانیت است درست است؟ قطعا درست است. نعره تکبیر به جای خودش. شما باید گریبان دولت را بگیرید. این برنامه‌ای که به عنوان ستاره افغان به نام رقص، به نام موسیقی، به نام آن چیزی که در اونجا است، تمام از الف تا یا مغایر با دین، مغایر با شریعت، مغایر با تمام دساتیر والای اسلام است. کجایش روا است؟ از دیدگاه قانونی اساسی به ما فیصله کن. همین قانونی اساسی که تو به ایمان داری ما هم باور داریم، بیا از همین فیصله بکن. چرا ما کسی استیم، ما مردمی هستیم که قانون ما باید دو منبع دارد از دیدگاه حقوقی، قرآن و سنت. اگر در این دو مشکل ما حل نشد اونجا با عرف برمیگردیم، اونجا با عرف برمیگردیم. عرف مسلم، عرف زیبا، عرف شایسته، عرفی که مخالف شرع نباشه. یقینا ملت ما را در وقت گیر کردن. این ملت را شما میدانید که به نام ستاره افغان چقدر هزینه داره، چقدر مصرف داره. این از کجا میشه؟ شما باور به خدا بکنین. من 50 ملا را جمع بکنم، یک تجار مسلمان غیرت کنه یک روز نان بده، یک روز کرای موترشانه بده. در جلسه دوم حیران خاط ماندیم که چه رقم خاط شد. نمیشه، امکان نداره. ای بود اقتصادی میخواه، ای هزینه میخواه، ای چرا را اندازی میشه؟ و جوانای مسلمان شکار گرگه ها، شکار وحشی ها، شکار شیرهای درنده که فقط دندانه های خود را به ایمان فرزندای مسلمان افغانستان تیز کردن و اینها را در انزوای جهل و نادانی گیر کردند و بعد امیر رقم اینها را. و شما ملت را نیست، شما که رأی میفرستین، یکی اول میشه و دوم میشه، این رأی آیا به پیش خدا جواب ندارد؟ آیا دین به شما رشخنده و استهزاست؟ آیا شما در برابر رأیی که به ستاره افغان میدید مسئولیت ندارین؟